یک روانشناس من تماشا کردم نوارشه، میگه که یکی از متدها یا اسلوب‌های آنه که بچه‌ها گپ درا شوند، میگه پدر و مادر نباید از کلمه نه استفاده کنند. مثلا فرض کنیم فرزند یا کودک میگه که پدر من میخوام شیرینی خورم، میخوام تارت خورم. اگر این پدر نخواهد که کودکش تارت خورد به هر دلیل، مثلا شاید خورده بود، شاید دکتر گفته بود که نباید زیاد خوره، اگر این والدین نخواهد که کودکش شیرینی خورن و اگر سوال کند که پدر میخوام من شیرینی خورم، میخوام تارت خورم، نگوید نه. اگر نه گفت باعث میشد که این بچه گپ نادرا شود در مکتب. یک گونه دیگر پیشنهاد میکنند، میگوید که بجای اینکه نگوییم گوییم که خب حتما میخوری، اما همین حالا نه، حالا خوراک نصف روزی است، به این خوراک نصف روزی میخوریم و شام یا شبانه تارت میخوریم. مثلا این است، بجای استفاده نه باید گفت که خب حتما میخوری اما بگاهتر میخوری. این یک. دویم چیزی که پیشنهاد میکنند میگه که از فعل‌های منفی، مثلا نرو، نکن، ندو، نریز، نشکن، این فعل‌های میگه والدین استفاده نبرن. مثلا چراغ خاموش، چراغ مثلا روشن نکن یا ندو، این فعل‌های میگه استفاده نکند. بجای این فعل‌ها از اسلوب چی بگم به دیگر سمت بردن دقت و توجه کودک استفاده کند. مثلا اگر یک کودک فرض کنیم شیرینی خوردن میخواهد و این مادر نخواهد که شیرینی خورد کودکش، ذهن و هوش و دقت وی به سمت دیگر جلب کنه. مثلا گفت ای ببین چی نوشتن در این کتاب، یک بار، یعنی اینقدر هوشمندانه همین کار کند که نفهمد کودک که دقت این به دیگر سمت میبرد. فقط از این اسلوب استفاده کند. و چیز دیگری که پیشنهاد میکند این روانشناس، اگر خواهیم که کودکان ما در آینده حرفای ما گوش کنند، گپ درا شوند، باید کارهای خوبش هم تشویق کنیم. آفرین که ظرف شوشته ماندی، آفرین به تو که مثلا به گلها آب دادی. با این اصول میگه استفاده کنیم برای تربیت فرزندها ما.